پس عهد یکم نیز دستورهای عاید به عبادت خدا و قدس زمینی داشت. زیرا خیمه به قسمها ساخته شده بود. قسم یکم که در آن چراغدان و میز و نان تقدیم بود و آن قدس نامیده می شود. و در پس پرده قسم دویم خیمه بود که قدس قدسها نامیده می شود، که در آن بخوردان طلایی و صندوق عهد بود که همه جایش طلاکوب شده بود و در آن ظرف طلایی پر از من، عصای شکفته هارون و لوحه های عهد بود. و به بالای آن کروبیان جلال بودند که بر کفارتگاه سایه می افکندند. در این خصوص حالا مفصل سخن راندن لازم نیست. و مسکن را از 10 چادر کتان نازک دوتابه و لاجورد و ارغوان و قرمز بساز و کروبیان را با بافت صنعتکارانه بر آنها نقش نما. درازی هر یک چادر 28 زیرا و فراخی هر یک چادر 4 زیرا باشد. همه چادرها به یک اندازه باشد. 5 چادر باید با همدیگر پیوند کرده شود و 5 چادر دیگر با همدیگر پیوند کرده شود.